روح محترم 14 معصوم و ابوالفضل علیه السلام همه با هم صلوات بلند بفرستیم. برای سلامتی وجود مبارک امام رضا علیه السلام صلوات دوم رو بلند بفرستیم. به روح رهبر انقلاب و برای سلامتی رزمندگان اسلام و پیروزی اسلام صلوات سوم رو بلند بفرستیم. دعای فرج رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن العسکری صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله الرحمن در تمام امور آقای امام زمان ما رو یاری بفرمان. صلوات بلند بفرستید. وجود مبارک مولا علی و بشنو و بفهم و باور کن، بعد به کار ببند تا رستگار بشی. از اینکه الان شما به حمدالله تشریف بردین من از همتون تشکر میکنم، جدا میگم، از راه دور و نزدیک. سوای اینجا تمام ایران هم تو پایگاه هست، خونه ها با اینترنت گوش میکنن، به حمدالله خیلی خوبه. اما اینکه مولا میفرد بشنو و بفهم و باور کن و به کار ببند تا رستگار شد. لذا این است که اینکه خونده میشه مال من نیست. آقا علی فرموده، رسول الله فرموده، قرآن فرموده، مال اوناست. ما انشاءالله الرحمن در مغز اون بسپریم، اینها رو یادداشت کنیم که عمل کنیم. بعضی هم میگن که آقا ما نمیفهمیم. چرا؟ اون سیدی مغزت ضبط میکنه. 2 سال دیگه میخوای یک کاری بکنی یا خلافه، یا تو میخوای بکنیم نیستیدیم جلو. اون شب هیچ فلان اینطوری گفت. ما خدا ما رو یاری میکنه. لذا این است که خدا هممونو به دست امام و حق امام یاری کنه که میشنویم انشاءالله اهل عمل باشیم. صلوات مردانه بفرستید. وجود مبارک ائمه همشو میفرمان 10 چیز 10 کس نباید در 10 چیز تکبر کنن. 10 گروه هم که نباید در 10 چیز خواهش کنن. 1. شخص متکبر در نیکنامی نباید توقع داشته باشه. اشخاص متکبر رو خدا ذلیل کرده، اینو شما بگم. حتی شیطان هم لعنتش میکنه، میگه شخص متکبر نباید در نیکنامی توقع داشته باشه. سعی کنیم انشاءالله الرحمن از خدا بخوایم این روزی 40 تا صلوات و هر روز بفرستیم خدمت امام زمان. مهدی جان صفتهای بد رو از ما بیرون کن، بخوایم امام زمان صفتهای خوب رو به ما بده، چون ما همیشه کم داریم و همیشه در غفلتیم. چرا؟ یه شیطان درون ماست، نفس اماره، یه شیطان درون ماست. ما مثل امام زمانی داشته باشیم دائم بهش توسل کنیم، این میشه که انشاءالله الرحمن در زمانهای غفلت دست اون میگیره. 10 گروه هم که در 10 چیز نباید توقع داشته باشن. شخص متکبر نباید در نیکنامی، کسی دوستش نداره، کسی آدم حسابش نمیکنه. چرا؟ اول دشمنش خداست. خدا من اول دشمن شخص متکبرم. خب ما به چی بنازیم؟ هیچی نداریم. یه مویرگ مغز ما فلان بشه میافتیم گوشه. لذا این است بیدار باشیم برادرها، این درس‌ها رو به مغزمون بسپاریم. 2. شخص حیله‌گر نباید در رفیق داشتن طمع داشته باشه. 2 رویی و 2 رنگی و حیله بازی فایده نداره.
به شما بگم چرا اولا خود انسان میدونه که دروغ میگه. خود انسان میدونه که داره دروغ میگه، حیله‌گره. دومندش خدای عظیم و شان همه جا با ماست. خدای عظیم همه جا با ماست. یک آن نیستش که در ما غافل باشه خدا. نه، ما غافل هستیم ولی خدا غافل نیست. پس شخص حیله‌گر نباید در رفیق داشتن کسی هم که اگه باد رفیق باشه اونم مثل خود، هم تو دروغ میگی هم اون دروغ میگه، به هم دیگه ایمان ندارید. 3. شخص بی ادب نباید در شرف داشتن. شما بگم اگه ادب میخوای، اخلاق میخوای، باید ادب داشته باشه. یادت نره، اول من به خودم میگم ادب و اخلاق اگه داشتیم مردم به ما احترام میکنن. شخص بی ادب نباید در شرف داشتن طمع داشته باشه. درس مهمیه. چرا این سال نو شده، رفت آمدها شروع شده. من درسا رو مخصوصا میگم که انشالله حواسون جمع باشه. سال نو که اومد چه صفت‌ها رو بیرون بریزیم، صفت‌های نو بیاد تو خودمون. چرا اگه نکنیم خدا داره میبینه، خدای عظیم و شان میبینه. 10 چیز نباید طمع. اول شخص متکبر در نیکنامی، حواسمون جمع باشه. دوم شخص حیله‌گر که این دوتا خیلی مهمه. با حیله‌گری و حیله‌بازی نمیشه، هم دنیا ذلیل و بیچاره هم آخرت. 3. شخص بی ادب نباید در شرف داشتن طمع داشته باشه. اگه ادب میخوای ادب به خرج بده، با اخلاق باش. 4. شخص بخیل نباید در صله رحم. اگر آدمی هستی که کسی میاد خونت دستش میاد تو سفره رنگت میپره، خب نباید توقع داشته باشی که خونت بیاد. حالا عیده میوه خریدی، حالا هر چقدر طرف هم داره میخوره نوش جانش. میگه اگر تو بخیل باشی مهمان یه دفعه که اومد از تو خلافتی دیگه نمیاد. شخص مسخره چی نباید در دوست حقیقی طمع داشته باشه. کسانی که بی ادبن، گفتار رو اهمیت نمیدن، ای بابا ولش کنم تا از حرفا میزنه، بدون که اون طرف مقابلم شما رو دوست نداره، طرف مقابلم شما رو آدم حساب نمیکنه. اینا بدون جدی باشه، جدی. شخص مسخره چی نباید در دوستی حقیقی طمع داشته باشه. شخص درس نخوانده نباید در قضاوت طمع داشته باشه. قضاوت که میخوای بکنی باید بدونیم خدا چه میگه، رسول الله چه میگه، قرآن چه میگه، عقل چه میگه، منطق چه میگه، باید بدونیم. حالا قضاوت نیست که حتما دادگستری باشی. تو خونه شما رو قبول دارم میام پیشت میخوام قضاوت کن، خب سعی کن آدم خوبی باش. شخص درس نخونده نباید در قضاوت طمع داشته باشه. شخص غیبت کننده نباید در سلامت از تعرض. همه از شخص غیبت کننده بدشون میاد، خودت هم از خودت بد میاد. غیبت نکن. چرا الغیبت اشد من الزنا. یه غیبت افضل است از 36 زنا. یه غیبت گوش میکنی افضل است از 360 گناه. یه وقتی کسی کتابش آورد و تلویزیون دیدم گفت این تو نوشته، یکی از علما بود، کسی غیبت گوش میکنه 70 برابر اون کسی غیبت میکنه گناه میبره. یعنی واسه 360 به اون 36 تا زنا می‌نویسن، واسه 70 تا 36 تا. پس برادرها شب خوبیه، شب جمعه اول سال خدام داره به ما عیدی میده. بله. شخص غیبت کننده نباید در سلامت ایمان، در سلامت بدن تعرض. شخص حسود نباید در آسایش قلب
طمع داشته. آدم حسود هیچ وقت قلبش سالم نیست. آدم حسود دائم در نه طرف داره بگو الحمدلله، خدا رو شکر، خدا بیشتر بهش بده. اگر اینطور باشی خدا به تو هم میده. اما وقتی حسادت بکنی اونم که میخواد به تو بده میده به اون، به تو نمیده. شخص حسود نباید در آسایش قلب طمع داشته باشه. 9. شخص خردگیر نباید در بزرگی، کسانی که دائم خورده میگیرن این چرا اینطوریه اون چرا اینطوریه که در همه بدشون میاد از شما. خردگیر نباش، بگذر، ندید بگیر. شخص خردگیر نباید در بزرگی طمع داشته باشد. شخص بی تجربه خودپسند نباید در ریاست وارد بشه. کسی میخواد در ریاست وارد بشه باید تجربه داشته باشه، اهل فهم باشه. اینا مهمه. من حالا تندون گفتم رفتم، اما هر یکیش یه شب درسه. منتهی مراتب ما با حواسمون جمع باشه برادرها. یه بار دیگه تند میخونم میرم جلو که انشالله سراسر ایران گوش میکنن، خارج گوش میکنن به حمدالله خیلی. پس حالا که همه گوش میکنن ما تکرار میکنیم که این درس رو به مغز بسپاریم. 10 گروه که در 10 چیز نباید توقع داشته باشن. شخص متکبر نباید در نیکنامی توقع داشته باشه، چون اول دشمن متکبر خود خداست. شخص حیله‌گر نباید در رفیق داشتن طمع داشته باشد. شخص بی‌ادب نباید در شرف داشتن ادب داشته باشه. این سلام 70 تا حسنت داره. 70 69 تاش مال اون کسی که سلام میکنه، یکیش هم مال اون کسی است که جواب میده. اگه اون جواب نده اون یکم به تو میده. من یه گفتم که اگه نقدش کنه خدا، نقدش کنه، شما یه ضبط میبندی به گردنت به هر کسی یه سلام میکنه. شب بری پیش قاضی میگه این ضبطه، اینقدر من سلام کردم. اما واسه رضا خدا باشه، واسه رضا خدا باشه. 6. شخص درس نخونده نباید در قضاوت طمع داشته باشه. شخص غیبت کننده نباید در سلامت بدن در تعرض از مردم توقع داشته باشه. شخص حسود نباید در آسایش قلب، یا خیلی جدیه. شخص خردگیر نباید در بزرگی، همه ازشون بدشون میاد. و شخص بی تجربه خودپسند در ریاست. پس برادرها بیدار باشیم، حواس جمع باشه. این یه آیه مال خانم هاست، سوره نور آیه 31. بگو برای زنهای مؤمن که آنها هم بپوشند چشمهای خود را از آنچه نظر بر آنها روا نباشد. همونطوری که مرد نباید زن رو نامحرم رو نگاه کنه، مرد زن هم همینطور. مخصوصا این فوتبال، این جوانها همه دست گردن لخ، زانو لخ، تو هم میشینی قشنگ نگاه میکنی. اون وقت میدونی چقدر گناه میکنی. همونطوری که اگه یه زنی اونطور لخ بیاد بازی کنه، مرد بشه نگاه کنه چقدر گناه میکنه، همونطور هم زنم همونطور. بله، بگو برای زنهای مؤمن که آنها هم بپوشند چشمهای خود را از آنچه نظر بر آنها روا نباشد و محافظت کنند عورتهای خود را، خودشون هم خودشون بپوشن از حرام، و ظاهر نکنن زینتهای. میفرماد میری خونه، حالا که رفتی خونه میخوای لباس کم کنی، خیلی خوب، برای شوهرت اشکال نداره. اما اگر مثلا کسی دیگه هم هست، مثلا پسرت بزرگه، میگه اون مقنعت ببند دور گردنت که گردنت هم معلوم نباشه. اینها خیلی جدی است. ما از تو خونه باید حرام حلالا رو رعایت کنیم که اومدیم بیرون
حواسمون جمع بشه. یه صلوات مردانه بفرستید. بله گفتم چون که سال نوست خواهی که شود دل تو چون آینه 10 چیز بیرون کن از درون سینه. حرص و حسد و بخل و نفاق و غیبت، کبر و بله بغض و کبر و یا کینه. بله به هر جهت ما باید سعی کنیم انشاءالله. یه بار دیگه بخونم که اگه کسی یادداشت بکنه یادداشت کن. خواهی که شود دل تو چون آینه 10 چیز برون کن از درون سینه. حرص و حسد و بخل و نفاق و کینه، بغض و غضب و کبر و ریا و غیبت. وقت در مقابلش خدا چی میگه؟ سوره انفال آیه 29. ای کسانی که ایمان آورده اید اگر بپرهیزید از گناه و معصیت خدا قرار میدهد از برای شما نورانیتی که بشناسید حق را از باطل. اگر گناه رو ریخی بیرون نورانی میشی، درک زیاد میشه، معرفتت زیاد میشه. همونطوری که گناه خورت میکنه، خفه میکنه، کر میکنه، همینطور که خودشو بپوشی فلان. بله آیه سوره گفتم اینو یه صلوات بفرستین. ای کسانی که ایمان آورده اید اگر بپرهیزید از گناه و معصیت خدا قرار میدهد از برای شما نورانیت که بشناسید حق را از باطل و از گناهاتون میریزه، درک و معرفتون زیاد میکنه. هم گناهاتون میریزه هم جاش ثواب بنویسه. بعد خود قرآن میفرماد سوره حج آیه 11 میفرماد که برخی از مردمن که خدا را بر حرف پرستش میکنن. از امام صادق سوال کردن آقا یعنی چی خدا را بر حرف؟ فرمود هر که در برابر ما یا خدا چیزی درست کنه به نام زمان، این داره خدا را بر حرف داره. ما زمان نداریم، همیشه دستور خداست، همیشه دستور رسول اکرم محمد ابن عبدالله. میگه یه عده دم از دین میزنن ولیکن کاراشون خدایی نیست. بر حرف دم از خدا میزنه ولیکن دلش بخواد پیاده میکنه. نه، ما با همش آیه قرآن گفتار رسول الله. سوره عنکبوت آیه 69 خدا میفرما آنان که کوشش کردند در راه یافتن به سوی ما البته ما می نماییم به ایشان راه های خود را. یه وقت که اومدی ما درکتو زیاد میکنیم، معرفتو زیاد میکنیم، دانا میشی بدانی که خدا با نیکوکاران هست. این آیه آخریه حواستون جمع باشه. سوره جاثیه آیه 23 میفرماد خدا میفرماد آیا دیدی کسانی را که از روی خود آرزوهای خود را خدا میدونن؟ یه عده از صبح تا شب میگن خدا ولی همش فکر خودشون، نظر خودشون. خب میفرماد که آیا دیدی کسانی را که آرزوهای خود را خدا میدانن و اطاعت از او میکنن؟ بابا جان ما وقتی میگیم خدا همه چی باید خدا باشه. فکر خودتو بذار کنار، نظر خودتو بذار کنار، همیشه فکر و ذکر و نظر خدا باشه در هر امری. میگه اینطور که شدی میگی خدا ولی کار خودتو میکنی. ما هم چیکار میکنیم؟ چشمتو کور میکنیم، نمیبینی. یه کاری میکنیم قلبت هم دیگه تشخیص نمیده، خدا درک نداری. پس ما با حواسمون جمع باشه با انشاءالله الرحمن بیاری خدا سعی کنیم که
این درس‌ها رو عمل کنیم. یه صلوات مردانه بفرستیم. این که من توش گیر میکنم ماشاءالله جمعیت زیاده، سوای اینجا سراسر ایران گوش میکنم. بعضیا نامحرمم اعتراض دارن، بعضیا گیر میدن، منم اینجا گیر میکنم. لذا این است که باید سعی کنیم که میام جلسه گیر ندیم. ما داریم میگیم قرآن نمیگه، رسول الله اینه میگه. ببین الان ابیذر وارد مسجد شد، دید که رسول خدا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و دید رسول الله تنهاست. اینم موقعیت رو پیدا کرد، رفت نشست که یا رسول الله من موعظه کن. پیغمبر تنهاست و ابیذرم تنها. فرمودش گوش کن و بفهم و عمل کن. یک از خنده بسیار بگریز که دل را میمیراند و تراوت و نورانیت را از صورتت میبره. خنده اندازه داره. در خبر داریم که پیغمبر همیشه در حال تبسم بود، ولی که یه خنده دندون نما نکرد. ها 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 نه بابا، آرام باش، درست بخون. بله، خنده بسیار بگریز که دل را میمیراند و تراوت و نورانیت را از صورتت میبره. دوم، همیشه به زیر دستان نگاه کن. وقتی به زیر دست نگاه کردیم از خدا راضی هستی، از زندگیت راضی هستی، گناه نمیکنیم. به بالا دست نگاه نکن تا تو را زندگی خوب داشته باشی. به بالا دست که نگاه بکنی زندگی نداری، از خدا ناراضی هستی، از مردم ناراضی هستی. میدونی چرا؟ میری خونه فلان کس، میری زندگیش اینطوریه، مال خود اونطوریه. اگه خدا بهت بده اونطوری بشی، باز میری جای دیگه زندگی اونطوریه. اما همیشه مثلا میزنم، داری میری هیچی هم نداری، اما داری میری میگی که یه کسی با مثلا دور از اون یه پاش لنگه یا یه چشمش نابیناست، گو الحمدلله من سالمم، خدا رو شکر که من تنم سالمه. طرف رفت پیش امام صادق شکایت کنه که من بعض مادیم بده. وقتی رفت پیش امام صادق، آقا هنون نگفته بود، فرمودش اومدی شکایت خدا رو به بنده خدا بکنی؟ گفت چرا؟ فرمود اومدی که بگی من ندارم. تو 2 تا چشم داری 2 میلیون میدی؟ گفت نه. 2 تا دست داری 2 میلیون میدی؟ گفت نه. گفت 2 تا پا داری 2 میلیون میدی؟ گفت نه. گفت خیلی تو اینجا 6 میلیون داری، چرا ناشکری میکنی؟ خدا رو شکر تنت سالمه. بعد آقای محمق بهش داد، گفت حالا برو باش کاسه کن. همینقدر که تنت سالمه خدا رو شکر کن، الحمدلله. تنت سالمه، انشاءالله الرحمن حرکت میکنی. به بالا دست نگاه نکن. با خویشان مهربان باش اگرچه آنها با تو نامهربانند. میگه با قوم خویش باید مهربان باش، ولی اونا با تو نامهربانند. تو درست باش، تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. همیشه خدا رو در نظر داشته باش. بله. 5 با فقرا و مستمندان هم نشین کن که خدا خیلی دوست داره. متکبر نباش، فقیر باش. تو فامیلی اونی که پولدار و مبل صندلی داره و چه خونش میری، اونی که بیچاره نداره نمیری. یا حالا مبل صندلی آوردی و تشکیلات تو خونه دستگاه یدیم منتظری که حسین قلی بیاد که اونام مبل صندلی دارن. حالا اونو نمیان، دختر خاله میاد که هیچی نداره، هیچی نداره، مبل هم نداره. میاد و بچه هاشم مبلا پشتک بارو میزنن و یکی از مبلام جیش میکنن. اعصابت خورد میشه. خب برادر من، نه، با فقرا
با مستمندان همنشینی کن و آنها رو دوست بدار. چرا؟ رضایت خدا در اینه. ام سلمه به آقا رسول الله گفتش یا رسول الله شما یه خورده بخور، این شکمت به پشت چسبیده. حضرت فرمودش که میخوای منو جهنمی کنی؟ من به معراج که رفتم اکثر اهل بهشت رو از فقرا دیدم. به معراج که رفتم اکثر فقرا بهشت. ببین این نیست که فقیر باش، خود پیغمبر میفرمود الفقر و فخری، افتخار میکنم که فقیرم. اما فقیر نبود، میلیاردر بود، مرتب پول میداد. یکی از رفقا مرده، شاهد شیخ رضوی، یا گفت الفقر و فقری، گفتم به شما نمیاد. گفتم این به شما نمیاد. گفت چرا؟ گفتم تو داشته باشی به جای 2 کیلو پرتقال 2 تا صندوق میخوای بکنه. نه این بهت نمیاد. خندی گو راست میگه. گفتم رسول الله که میگه الفقر و فخری، میلیاردرم باشه شب میره خالی آبگوشت. ما باید سعی کنیم انشاءالله رحمان دنیا رو اونطور که باید بشه بگیم. با فقرا و مستمندان همنشین و باش و آنها را دوست داشته باش، چون رضای خدا در این است. بله. 6 همیشه حق را بگو اگرچه تلخ باشد. در گفتار حق رو بگو. حالا یا برای خودت زشته حق گفتی یا مردم بدشون میاد، نه، بگو، حق رو بگو. اگر حق رو نگی تا قیامت اونور بدبختی. خود من اینجا میام به حول و قوه خدا یا امام زمان تو این 40 سال که ما داریم صحبت میکنیم، چون چند هنوز نشده یه آن من فکر کنم که اگه اینو بگم مثلا مردم بدشون میاد یا رفقا یا دولتی ها. نفسه اون تو غور میزنه، همشون باش، چون نفس میگه اگه بگی دولتی ها بدشون میاد. من اینو 3 دفعه میگم 3 دفعه میگم که نفسه بمیره. گوشه واجه من این کلیست. بله. همیشه حق را بگو اگرچه تلخ باشد. چرا بابا جان؟ واسه اینکه ما بعد از مرگ همه در مقابل خدا ذلیلیم، مگر اون کسانی که به حول و قوه خدا تسلیم خدا بودن. اول العلم معرفت و جبار، آخر العلم تفویض امر الهی. اونها 7 در کارهای خدایی از ملامت مردم نترس. مثل الان ما داریم برای خدا درس میگیم، حالا خیلی گفتاره که به کسی بر میخوره، حالا چه اینجا چه بیرون از اینجا، چه فردا سیدی گوش میکنه. نه، تو هم بهت بر نخوره، عیب از خود بیرون کن، عیب بیرون کن. بله. در کارهای خدایی از ملامت مردم نترس، خدا رو در نظر بگیر. چرا بابا جان؟ واسه اینکه اگه من نگم به تو خیانت کردم. تو هم در خودت خطا میبینی بیرونش کن. یه سگیست اون تو، این سگ رو بیرونش کن. 8 تا عیبی در خود هست از دیگران عیب نگیر. هر وقت خواستی پیغمبر میگه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه هر وقت خواستی از مردم عیب بگیری، تا دید تو خودت هست هیچی نگو، خودت اصلاح کن. تا دید در خودت هست خودت اصلاح کن. عیبی در خودت هست از دیگران عیب نگیر. چون کورترین مردم کسی است که عیب خود را نبیند. نه، عیب خودتو بگو، مواظب باش، در این حال عیبونم بکن. چرا؟ خدای عظیم و شان تازه خود او که عیب درشه ناراحته، میگه چرا نگفت؟
10 این عیب برای مردم بس است که عیبی را که در خودشون در خود نمیبینن به مردم بگن. عزیزان تو وقتی عیبی در خودت میبینی خودت اصلاح کن. مال خودت نمیگی ولی به اون میگی، نه تأثیر نمیکنه. به اون که میگی تأثیر نمیکنه. بدترین کارها این است که همنشین را به کارهای بیهوده واداریم. بدترین عیبها این است که همنشین تو به کار زشت، غیبت، تهمت، گفتار این اون. پیغمبر فرمود با مرده ها همنشین نکنید. یا رسول الله مرده که مرده دیگه این صله رحم نداره. فرمود کسی میاد خونتون تا میرسه میگه آره اینو خریدیم اونو خوردیم همچین کردیم، این مرده است. این مرده. این نیست که رسیم به هم بگیم چی خریدیم چی خوردیم. بدترین کار این است که همنشین را به کارهای بیهوده واداریم. بله. ای ابیذر عقل چون تدبیر و اندیشه نیست، پرهیزکار باش. ببخشید یه صلوات بفرستین. اللهم ای ابیذر عقلی چون تدبیر و اندیشه نیست. در تمام امور فکر کن بعد حرف بزن. همه علما و پیغمبران میفهمون که بین جاهل و عاقل اینه. عاقل هر وقت میخواد حرف بزنه اول فکر میکنه بعداً به زبانش میگه، ولی جاهل همیشه زبان جلوی عقلشه. حرفو میزنه بعد میگه چقدر خراب شد. بله. ای ابیذر عقلی چون تدبیر و اندیشه نیست و پرهیزکاری بهتر از ترک گناهه. پرهیزکار باش، خود گناه نمیکنی دیگه. وقتی پرهیزکار بودی هزارا دنبال گناه نمیری. اونی که پرهیزکار نیست میره گناه هم خراب شد نمیره، میره عقب. چون خدا در تمام گفتار و کردار شما میبیند. خدای عظیم الشأن تمام گفتار و کردار ما رو میبیند. چون شما در تمام امور کارهای خود اگر در سنت من باشید هدایتید و یعنی گمراهید. از من میفرماد که تمام کارهای شما رو خدا میبینه. از من میفرماد که حواستون جمع باشه. تمام کارها اگر در سنت من بود هدایت شدید و یعنی گمراهید. در قرآن هم میفرماد کارهای شما که روی دلخواه و زمان پسند باشد از ما نیست. سعی کنیم کارهایی که میکنیم خدا پسند باشه، زمان پسند نباشه. برای اینکه انشاءالله این درسا به مغزم بمونه صلوات مردانه برسون. وقت میدین چی میشه؟ این میشه میفهماد که خدای از مؤمن یعنی شما ها مؤمن 20 حق گردن خدا داره. مؤمن کسانی که اهل عمل باشن 20 حق گردن خدا دارن. یک انشاءالله ما مؤمنیم. یک بر خدا لازم است او رو در فتنه نیندازد، در فتنه نیفتن. دو فقیرش نمیکنه. مؤمن خدا فقیر نمیکنه که آبروش بریزه نداشته باشه. سه دشمن شادش نمیکنه. یکی از دعاهای من خود من همینه که خدایا به حق زهرا مرضیه ما رو دشمن شاد نکن. یه صلوات هم برسید. این خیلی مهمه. میگه مؤمن که شدی 20 حق گردن خدا پیدا میکنه. خدا هم تمامش ادا میکنه. یک بر خدا لازم است که او را به فتنه نیندازد. دو برهنه و گرسنه‌اش نمیکنه، تو مردم آبروش حفظ میکنه. سه دشمن شادش نمیکنه انشاءالله. چهار
او را وا نمیگذارد، عزیزش میکنه. یعنی همه جا ما رو داره. اگه خواستیم خلاف هم بکنیم دستمون میگیره، نمیذاره آبرون بریزه. دشمن شادمون نمیکنه، او را واقعا. 5 پرده آبرویش را نمیدرد. اگه گناه هم بکنیم آبرومون رو حفظ میکنه. بعد حالیمون میکنه که حواست جمع باشه، خلاف نری، خلاف نکنه. 6 در آب غرقش نمیکنه، نمیزه تو دریا بیفتی خفه بشی. این چه کارا میکنه؟ کار خداست. 7 با آتش او را نمیسوزاند، حواست جمع باشه. اگر مؤمن شدی این 20 حقو گردن خدا پیدا میکنی. 8 بله، من اینجا این پیداش کنم. بله 8 در خلاف واقع نمی شود خودش و یه کاری میکنه که خلاف هم بهش واقع نشه. از اون طرف تو رو کاری میکنه که تو خلاف نری، از اون هم کاری میکنه که خلاف به طرف تو نیاد، حفظت میکنه. همینه. ما خیلی روزا حواسمون پرته، اما دستمون گرفته داره بابا. حواست جمع باشه. از نیرنگ و حیله مکاران حفظش میکنه. اگر مؤمن شدی حیله و نیرنگ مکاران به خودشون میگن که من دعا میکنم، میگم خدای شر اشرار به خودشون برگردن، خدای از هر شر و فتنه و بلا حفظمون کن. یه صلوات هم بفرستیم. بله از نیرنگ و حیله حفظشون. 10 از ظلم جباران و ستمگران حفظشون. اینه که تو مغزشون خطا دارن فلان دارن، نمیذاره به شما کار بکن، به خودشون برمیاد. جلوتر از اینکه بخوام تو رو اذیت کنن، خدا شرشون به خودشون برمیاره. شما بدون 11 در دنیا و آخرت دردی که قیافه اش زشت بشه بهش نمیده. یعنی زشتت نمیکنه. کسانی که مؤمنن در دنیا و آخرت خدا یه کار میکنه زشت نشه انشاءالله. این رو قطع بدونیم، خیلی مهمه. بله 12 از پیسی و خوره امانش میدارن، دردای بدیه ولی نگهدارته. 13 با گناه کبیره از دنیا نمیذاره بمیری. اولا که مؤمن گناه کبیره نمیکنه. اگه خدای نخواسته یا گناه کبیره کرد، خدا یه کاری میکنه که یک خودش بیامرزه، خودش نجات بده، نمیذاره با گناه کبیره وارد اون ور بشی که آبرود بریزه. 14 نعمت معرفت و امام شناسی را به او میدهد. خیلی مهمه که ما درکمون زیاد بشه، خدا رو بشناسیم، امام بشناسیم، مخصوصا هممون امام زمان رو بشناسیم، مهدی آل محمد. ببین امام زمان شناسی اینه که بدونی، من میگم خدا همه جا هست، امام زمان همونطور میدونه کارات، حواسش جمعه. همین الان ما رو به حول قوه خدا میبینه، به حول قوه خدا کی باور میکنه کی نمیکنه میبینه، حواسش جمعه. میگه به ما درک امام شناسی رو میده، نمیذاره در احمقی و خلاف باشه. بله 15 باطل را در نظرش جلوه میدهد. حواست جمع باشه این باطله، نری جلو. حواست جمع باشه اینجا چاست. حواست جمع باشه این غذا خوردنی نیست. حواست جمع باشه.
بله 16 روز قیامت در حالی او را وارد محشر میکند که نور ایمانش همه جا رو گرفته. وقتی مؤمن وارد بهش میشه یه درخشش خاصی در بهش پیدا میشه، این نور مؤمنه. این برادر قصه نیستا، اگر از صبح تا شب حواست جمع باشه گناه نکنی خدام این کار رو باهات میکنه، خدام این کار رو باهات میکنه. من یه وقتی با بچه ها حساب میکردم میگفتم یه هفته مثلا 148 ساعت مثلا چند وقت میگفتم، بعد یه رو تو خونه دراز کشته بودم که بودم نه یه هفته 168 ساعته، 20 ساعت من یه دروغ گفتم، اشتباه کردم. حالی که نه ما نذاشتیم کسی بفهمه. چی کار میکنه؟ حوادشم. خدا تو رو شاهد داشت، من برای درس میگم. ما میرفتیم تکه دباخونه، اونجا بعد از ظهر اصول عقد میگفتیم، حدود 40 سال پیش بیشتر درس میگفتیم تو خیابون بوزرجمهریه طرف بازار، میرم درس میگفتیم. من رفتم تو توالت که واسه وضو مغرب رو بگیرم، دیدم یکی تو توالت گفت آقا من شلوارمو خراب کردم، یکی به یه شلوار رو بده. این توالت ها سقف نداشت، علی بلند بود کسی هم دیگر نمیدید. من گفتم وایسا بهت میدم. من شلوار رو زیر در آوردم دادم به اون، شلوار رو پوشیدم، وضو گرفتم اومدم تو. سرکت اولی که خوندم با جماعت خوندم دیدم که ای داد درز شلوار من پاره است. کجا فهمیدم؟ در نماز دوم رکعت اول. یهو مثل اینکه یه کسی یه سطل آب سرد ریخت رو سر من، خجالت کشیدم. ابوالله حالی کردن هیچ کس ندید. این که میکنم اینه، این که میفرما اینه، دم هیچ کس ندید. تو راحت نماز بخون. ما نماز خوندیم والله بعد از 40-50 سال همین اخیراً یک کسی تو خواب دیده بود. میدونی این کیه؟ این کسیه که مثلا تو مسجد تو توالت شلوارش در رو داد به پیامبر کرد. کار خداست. میخوام بهت بگم حوازی هم باشم که امام شناسی را بمیده باطل را در نظرش فلان، روز قیامت با نورانیت وارد میشه. بهترین خیری که او را موفق میکند این است که سعی میکنه که دائم متواضع باشه. افتادگی آموز اگر قابل خیزی هرگز نخورد آب. همینی که من میگم کار خداست. خدا من هیچی نیستم. این یه موقع میگم کار خداست. دشمن را بر او مسلط نمیکنه، نمیذاره دشمن بر تو مسلط بشه. اینا حقایی است که ما برگردن خدا پیدا میکنیم اگر مؤمن باشیم، اگر انشاءالله الرحمن عمرش را با امن و ایمان به پایان برسونه، تا آخر عمر حفظت میکنه، نمیذاره خلاف کنی، نمیذاره تو خلاف بیفتی. خیلی مهمه. این 20 حقو خدا به خودش واجب کرد. 20 بله با ما در عالی ترین طبقات بهش هست، یعنی با رسول الله، یعنی با علی ابن ابی طالب. پروردگارا به خون شهدا قسمت بدیم به دست امام زمان اونطور قرار بده که ما از مؤمنین طاق باشیم. خدا انشاءالله کاری بکن که ما این 20 نعمت رو از خدا طلبکار باشیم. یه صلوات مردانه بفرستیم. بعد آقا رسول الله میفهم بخیل ترین مردم کسی است که از سلام بخل کنه.
واقعا همینه. عزیز من، سلام 70 تا حسنه داره. گذشته از اون طرف اومده با تو بجنگه، همین که گفتی سلام یا 80% میشینه، بغضش میره کنار. میگه بخیل ترین مردم کسی است که از سلام بغض کنه. تنبل ترین مردم کسانی هستن که بیکار هستن، ذکر نمیگن. صلوات بفرست، لا حول ولا قوة الا بالله بگو، استغفر الله ربی و اتوب الیه بگو. پول که نمیخواد اما گناهات میریزه، چقدر هم طلبکار میشه. بله. و همه بله. سوم، از همه مردم دزدتر آن کسی است که از نمازش بدزدد. برادران، نماز رو مردانه بخونیم، وضوء شاداب، اینکه آب زیاد نبره، قشنگ تمیز وضوء بگیر. بعد حالا رفتی اقامه بگو، بعد جلوتر که این باید بگی یه 2 بار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو. همه این کارا که من میگم بکنی 2 دقیقه فرق میکنه. اون که نماز هول هولکی میخونه میشه دزد نماز، نمازم قبول نمیشه. اینجا میفرمان این نماز این رو مانند لباس کسی چلمبه میکنم میزنم تو سرش. بعد اون نماز میگه خدایا همونطور که این منو شکست بشکنش، همونطور که منو بی احترام کرد بی احترامش کن، همونطور که منو ذلیل کرد ذلیلش کن. پیغمبر میفرماد. پس انشاءالله رحمه از همه مردم دزدتر آن کسانی هستن که از نماز بدزدن. به نماز اهمیت بده بابا. بله. بله میفهمم. وقتی اینطوری شدی این لباس، این نماز و این لباس کهنه کثیف چلمه میکنم میزنن تو سر. جفاکارترین مردم کسی است که نام مرا بشنود و صلوات به روح محترم محمد ابن عبدالله. 3 صلوات مردانه بفرستید. اللهم صل اللهم ناتوانترین مردم کسی است که از دعا کردن عاجز باشه. برادر من اینکه بخواه به این بگی به اون بگی دعا کن، در خونه خدا رو بزن. ببین چقدر ما جمعیت داریم. چون من یه هفته خدا میگم خدایا نفرات خوب زیاد بفرست بیام. انقدر گفتیم به خدا که الان جهانی شدیم. خدا شاهده. انقدر گفتیم که الان جهانی شدیم. الان سراسر ایران داره گوش میکنه. خدا تو شاهده. من هرچی میگم درس میگم. چند تا این شاگردای شیخ زنده بودن یه خورده توجه نداشتن. یه کسی میگفتش والله اکبر آقا من پریشب خواب دیدم فلانی فلانی دیدم. بعد یکیشون میگفت خیلی وضعش بد بود. اون 2 داشتن اسم شما رو میگفتن، اکبر اینطوری اکبر اونطوری. بعد میگفت این میگفتش جلو گفت این نگو اکبر اکبر، این هر یک کلمه‌اش 50 سال فهم میخواد. ماشاءالله. میگفت خدا شاهده خدا شاهده. میگفت آقا امام جان رشید فرمودش که نگید اکبر، بگو شیخ علی اکبر قیامتی. ماشاءالله. والله بالله تعالی. نگو اکبر، بگو شیخ علی اکبر قیامتی. یا از جهانی هم گذشته. همینا چی لازم داره؟ فهم، تواضع. لذا برادرها جدی باشیم در زندگی. همونطور که خدای عزیز مشتم میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره، کوچکترین ذره گناه رو بگه تو آسمونا قایم کن من میدونم. خیلی خوب، کار خوبم میبینید. ذره کوچکترین گناه رو لای چیزی قایم کن بین آسمان من میدونم. خیلی خوب. بله. جفاکارترین مردم کسی است که
نام مرا بشنود بعد صلوات نفرسته و دعا نکن، دعا کنیم، مرتب دعا کن. زندگی میخوای، پول میخوای، هر چی میخوای دعا کن. در خونه خدا رو مرتب بزن. اصلا با خدا ده عشق بازی میکنیم. مسئله پول و مال نیست، عشق بازی به خداست. بدترین و بله پدر و مادر کسی است که بچه‌شو بد تربیت کنه، فردا بگه خب این بچه من اینطوری کرد. عزیز من بچه تربیت کن. میگه بدترین پدر مادر کسی است که بچه رو بد تربیت میکنه، بعد خودش هم غیبت بچه‌شو میکنه. فلانی اینطوری کرد، فلانی اون نخه. شما بچه رو قشنگ تربیت کن، بچه هم خوبه، بد نمیشه. اینا حدیثایی است که ما باز اینا رو گوش کنیم و عمل کنیم. پروردگارا به خون شهدا قسمت میدیم الله از سایه همه ما رو بیامرز. خدا به محمد و آل محمد و قرآن قسمت میدیم از سایه به دست امام زمان همه ما رو شفا بده. خدا به محمد و آل محمد و قرآن قسمت میدیم از سایه دعاهامون رو به اجابت انجام برسان. 3 صلوات مردانه بفرست.